هیچی انکارگاه قرار یک دو روز دیگر جلسه بلن یه مشکل حل و فصل کنم برو. چه جلسه ای؟ بلکه جلسه را بعد کشتن. موقعیتش رو پیدا کردم الان واسهتون ارسال میکنم. خانم اصفری چه کار میکنی؟ قربان حواسم پرت نکنی. میدی لعنتی بیایش را کوشن که مشه چهره گدیسته ای دست شبی باید نکشک به هیچ راه نداری بی بابا ول کن کوشی بابا لعنتی شناسایی میکنه ول کن جواب ده بله الو کجایی؟ من سر کارم مگه قرار نبود تو تربیه خونه؟ من 10 دقیقه دیگه میام 10 دقیقه دیگه کشک به جنازه تحویل ده نداره اینا چیه؟ چه اینجوری میگم کدوم کوری هستی تو؟ ببین برای خونه هیچی نداریم و مامان تو خواهرت زشت قراره بیان مرغ بگیر ماه زرخشی بگیر برنج هم بگیر بیا خونه ماجا منو نامدی درویش مرگ ماجا سادیا برج هنون طلب بے طلب کجا کارگاه حسین جان چونه داداش سری نفهمش من شعر نو انت دیگه ای سری نیکه ای وانگو پتو یار نبی دیرته گلسه خب چرا حالا ساکتی؟ تو وقتی ساکت میشی من فکر میکنم از من ناراحتی. این بدترین شکنجه است محمد. این که صبر کنی ببینی هیچ کاری از دستت بر نمیاد. من بهت گفتم حلش میکنم. چجوری؟ یه راه حلی پیدا کنم. چجوری؟ آدم همیشه وقتی میخوام به بهشت برسم باید از جهنم عبور کنم. تو همینم نمیتونی تحمل کنی میخوای از جهنم عبور. حالا من یه چیزی گفتم محمد جان میگم اگه من مورچه بودم بازم منو دوست داشتی. بابا تو اگه سوسکم بودی من دوست داشتم. چنده بخور محمد جان چشاتو ببر. چرا؟ ببند دیگه. باش دستت هم بیار جلو. چشاتو باز نکنی ها. باز کنی باز نکنی سورپرایز. تولدت مبارک. وای مرسی خوشگله. دوستش داری؟ خیلی نه به اندازه تو باور کن. مبارکت باشه. مرسی. مثلا حواسم نبود تولدم. حواسم بود. حالا اگه اجازه بدی بریم تا بابات نیومده دهن منو سرویس نکرده. بلند شده بریم. دل مکلیلی نی دل مکلیلی مبتگنو کو بیت که بره گردن اینمون بزرگترین با تنوع‌ترین و بروزترین جنس‌های حراجی، بلور، پلاستیکی و لوازم آشپزخانه با نازل‌ترین قیمت به صورت عمده و تکی. شرکت پخش پلاسکو و بلور انصاف شما را به دیدن ادامه این فیلم دعوت می‌کند. بسنگاری و تاموسم بسارینی دل کدی کارال جنزی کدی پتورا دگبا منا پنده سرادا دیگندن گونگی بسنگاری و تاموسم بسارینی دل ما میدونیم شما تو شرایط شما میدونی دردم از چیه خانوم؟ چرا بین این همه آدم فقط باید خونه من خراب بشه؟ چرا شوهر من؟ چرا زکریا
به چه گناهی باید کشته بشه؟ ما اینجاییم تا نظر خون شوهرتون پایمال بشه. ما قاتلشو پیدا میکنیم اما تنها راهش اینه بدونیم سیاهچم کجا. نزنه. ما نمیدونیم سیاهچم کجاست. اگه میدونستیم که میگفتیم. شما هر روز میای اینجا فقط همین سالار میپرسی، فقط میای من عذاب میدی. مادر جان خریداتون رو کی براتون انجام میده؟ الله نیست یا چم مجاش میدست فکر نکرده یک روزی تمام داشته بیدی حسرت. قربان اینجا هم چیزی گیرمون نیومد. سیاهچم هر دوشنبه اینجاست. از کجا میدونید؟ طبق این حساب دفتری که هر دوشنبه داره تصفیه میشه. دوشنبه منتظرش میمونیم. چشم از اینجا بر نداریم. چشم قربان. میگم پلیس خانمی اسلحه واقعیه. بله. کلولشو ورکو ما رو کوچاک نکنه. تا نزنم شلیک نمیکنه. معلومه یکی خورده وسطم پنهک خوده. 2 دقیقه میتونی دهنتو ببندی به سوالای من جواب بدی؟ نگاه کو تلاشمو میکنم ولی من از بچگی آدم کلوگپی بودم. یک سوال دیگه نگاه کو تو وای تا حالا آدمم کشتی یا فقط مرگو چوچه؟ نسله رو میبینی؟ خیلی کاری کنم حسش کنی؟ آقای بدخشمی منو نخوره گم کن. 10 تا برگشت پر کردم. همش زر یه بار جواب سوال من درست نداد. سست کن. دیشب مهمونی خوش گذشت؟ بله الحمدلله جا شما خیلی خالی بود. میبینم که دوباره بالا آوردین. بله اینو کی بهت گفته؟ این بچه میپرسم آصف لاشی دیگه کی گفته؟ سیاهچم کجاست؟ نمیدونم حقیقتش. کاش میشد بگم. میخوای بچه‌ها رو بفرستم موزاییک سوم مغازه‌تو بگردن تا خب نه متوجه نگاه سیاهچم کن کجاست؟ قراره بره بام میره بام نمیدونم برای چه کاری ولی قطعا میره بام. اونجا میتونی پیداش کنی. آقا به خدا موزاییکو ولش کن دیگه. کمکم کن اینا رو بشین تو کابینت. دخترم یه سوال. جانمو من وقتی بچه بودم چه شکلی بودم؟ به دنیا که اومدی شبیه قورباغه بودی درست عین بابات. ببین بزرگتر که شدی عسل. کپی مامانش. اینا رو بشون قربونت برم داخل آشپزخونه. مامان جون اینا رو کجا باز که دست خالی اومدی خونه تو؟ وای یادم رفت خریدارو. بعدم یادت بره. نه حافظه درستی داری نه حواست به من و بچت هست. شام چی داریم؟ کوس داریم عزیزم. برو بگو همون خانم مشاور بیریختت برات شام درست. چه ربطی به اون داره؟ تو زن منی. من زن تو هم؟ حالا بیسچاری برای دل اونایی شما. مامانینا اومدن؟ نه کنسل کردم. اگه من کلفتشونم بشور بساب پهن کن. باشه حالا یه شیرچه به ما میدی مردم از خسته. شیرچان چشم. شیرچان نه منو میبری بیرون نه خرید میکنی واسه خونه نه حواست به من و بچت هست. شیرچان هم میخوای؟ باش میریم بیرون. آره میریم با انشالله جوانی نبریم باید بدون اسپریشی و هیچ کار حل نبی. عزیز صاحب مشما هر چیز زودتر باید اسپریش هم روتون که یه مسئله به سر و سازه شب رسیم. مرسی بارم بعد مدت من بچه رو بود خیلی مرسی بابایی اصلا نیاز داشتیم واقعا. مرسی.